یه راه ساده برای افزایش دایره لغات یاد گرفتن پیشوندها و پسونداست. امروز میخوام 10 تا واژه جدید با پسوند فول بهتون یاد بدم. سلام، من علیرضام. به چنل انگلیش استری خوش اومدید. پسوندها و پیشوندها یه راه میونبر برای افزایش دادن دایره لغات هستن. امروز میخوام 10 تا واژه با پسوند فول بهتون یاد بدم و اینکه شما رو متوجه این قضیه بکنم که خیلی راحت میتونید با تمرین‌های مختلف، با تکنیک‌های مختلف دایره واژگانتون رو افزایش بدید. بریم سر وقت واژگانی که براتون انتخاب کردم. اولی cheerful، شاداب، پر انرژی، خوشحال. I feel much more cheerful after my morning coffee. بعد از قهوه صبحم احساس خیلی شادابی بیشتری میکنم. واژه دوممون grateful، سپاسگزار، متشکر. We are so grateful for your help with this project. ما به خاطر کمکت در این پروژه خیلی ازت سپاسگزاریم. سومین واژه‌مون faithful، یعنی وفادار. faith میشه وفاداری، برعکسش هم میشه unfaithful، وفادار، متعهد. Bob has been a faithful employee for 10 years. باب برای 10 سال یه کارمند وفادار بوده است. برای رابطه و ازدواج اینا دقیقاً از همین اصطلاح استفاده میشه. کسی که متعهده میشه faithful. چهارمین فروتفول. فروت میشه میوه، ولی اینجا منظور مثمر ثمر، اثر بخش، نتیجه بخش. و برعکسش هم میشه آن فروتفول یا آن پروداکتیو، بیفایده، بیخاصیت. Our ads have been fruitful. They brought 500 new customers. تبلیغات ما خیلی اثر بخش بود، برامون 500 تا مشتری جدید آورد. پنجمین واژه‌مون اسکیلفول، یعنی ماهر، کارآزموده، حرفه‌ای. Leaders need to be skillful in motivating their team. رهبران باید در انگیزه بخشیدن به کارمندانشون یا اعضای تیمشون خیلی کارآزموده و حرفه‌ای باشن. واژه بعدی shameful، شرم‌آور، خجالت آور. عکسش هم میشه shameless. یه سریال هم از shamelessه، حالا نمیدونم شنیدین یا نه، سریال باحالیه. She regrets her shameful past of lying and cheating. اون از گذشته پر از دروغ و خیانتش، گذشته شرم‌آور پر از دروغ و خیانتش پشیمونه. shameful past. واژه بعدی mindfulه، عکسش میشه mindless. mind میشه ذهن، mindful کسی که حواسش هست، مراقبه، مواظبه، متوجهه. Be mindful of how much TV you watch. حواست باشه چقدر تلویزیون میبینی. واژه بعدی painful، عکسش میشه painless. pain هم که میدونید میشه درد. painful دردآور، زجرآور، دردناک. I just had knees surgery so walking is very painful for me. من به تازگی عمل جراحی زانو داشتم و راه رفتن برام خیلی دردناکه. واژه بعدی rightful. right میشه حقوق، rightful بر حق، محق، صحیح، درست، اینجوری میشه. The police returned the stolen car to its rightful owner. پلیس ماشین دزدیده شده رو به صاحب بر حقش برگردوند. برعکسش هم میشه احتمالاً حدس میزنید wrongful. و آخرین واژه‌مون thoughtful. thought میشه فکر. thoughtful آدمی که حواسش هست، فکر میکنه، با ملاحظه است. برعکسش میشه thoughtless. I enjoyed the thoughtful article about politics yesterday. من از مقاله فکر شده دیروز که راجع به سیاست نوشته شده بود لذت بردم. خب خسته نباشید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. هدفم بیشتر
جلب توجه شما به این روش بود که خیلی راحت میتونید دایره واژگانتون رو گسترش بدید. برای نمونه اگر بلدید از پیشوندها و پسوندها استفاده کنید، توی کامنت ها چند تا واژه بنویسید. اگه سوال دیگه هم داشتید حتما تو کامنت ها بپرسید، جواب میدم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. Good luck.